مردک شو کردی یافته بوزا اگه بیوی او چی خیلی گو کرد یافته بوزا خیلی نگه کنو با بوزا گو بکنی با خیلی گو بکنی گو بکنی زبان درست گو بزنی ای خدای من گم کردم بوزا گو کنی با کلی من بزنی با خیلی یکی گفتم شوخی کردم کی یکه نه من همین چند روزی در نه عدی نه دشت بود بوزا کودگه من شوخی بکنم با من چیکار کنم من گناهگارم خدایی خانم بوزا زیاده آمدم دیدم منو میخوای نقشار کنه الان فرصت بده برو بوزا یا بیار من کنم دیوانش دل چی شدی مرده چی بگی؟ ای یافتو بوزا یافتی؟ ای مرده یافتو کمی بزنی چی؟ میگم که رادیو اعلان نمیکنه در رادیو محلی 3 بار اعلان کردم 3 بار یافت نشد محلی در این نوحیه بیده آخی نوحیه؟ ها؟ میگی نوحیه برو مادر یکی مردک ها؟ خیلی مردک جون یا رادی شوگر تیارم تیار؟ تازه گوش کن بعد دیگه همین خبر تمام شد تمام شد آخر نمایش که تمام شد تگمچه زیر کن که گپی زیادی این فیلم نرواد من این ایران نوارم تا اینا یا بزرگ شده یه خوب می اینا بعد خون بعدی باید بعد ایرانی بزرگ خون گپ فهمیدی من اون سفری گذشته از رئیس دوبار آگاهی داد که گپای زیادی هم رفته شده از این فیلم فهمیدم این سفر هر روز درس میکنه اینجا فهمیدم یا خودم خونمی نه استاد من تیارم من والا که تیار چی گفتم که همه اعلانا رو خوندم همه چه جا بجا کردم وقتی آخری نمایش شد همین تگمچه زیر میگم که آواز زیادی نرواد خانزم من با انجام بودیم آخری نخونم هم دیگه رو خون آخران اعلان بوزه آخران خون فهمیدی خب خبر آیا دوام فیلمی حامیان اگر ترجمه شود در بازار و مغازه ها پیستالت پلاستماسی میمونده باشد یا نه؟ امروز بکوش چو میتوان کوش که آتش چو بلند شد جهان سوخت و کلچکه ها در جویبارهای شهر مثل ماهی سیل کنان میگردند. آیا کارکنان خواجگی آنها را به چنگک میقپیده باشند یا نه؟ پسر بچه های کوچه جویبار بعد فروختن مید و فروختن کامپیوتر سر کردند. آیا بچه های کوچه چشمه سار کامپیوترها را میخریده باشند یا نه؟ اینک اعلان مطلع هست که دروازه را زنجیر بند و همسایت را دوز نگیر و مقال بزرگ زیر کارد قصاب نرو که صاحبت را میجوید. ساکن دهه قلوختیپه شاغلی بوزی کبودی شاخچونگکی موی کبودش را گم کرده است. کسی یابد کلان سال باشد توفه جامعه تاقی میان بند جوان باشد شیم و کستم و کرته. آیا دوز انصاف دارد یا بوز زیری کاردی قصاب می رود؟ میموری این بوز تمرکم بندی آخی ناشیدی چون کجا شد زیر کردی تو مچه